دختر با پدرش میخواستند از یک کوپروک چوبین عبور کنند. پدر به دخترش گفت دخترم دستم را بگیر تا از این کوپروک گذریم. دختر و پدرش گفت من دستی تو را نمیگیرم، تو دستی مرا بگیر. پدر گفت چرا؟ چه فرقی میکند؟ مهم این است که دستی مرا بگیری و با هم از این کوپروک چوبین عبور کنیم. دخترک گفت فرقش این است که اگر من دستی تو را بگیرم ممکن است هر لحظه دستی تو را رها کنم، اما اگر تو دستی مرا بگیری هرگز آن را رها نخواهی کرد. این عیناً داستان رابطه ما و شما با خداوند است. هرگاه ما دستی او را بگیریم ممکن است با هر غفلت و ناآگاهی دستش را رها کنیم، اما اگر از او بخواهیم دستمان را بگیرد هرگز دستمان را رها نخواهد کرد. خدایا دستی ما را بگیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.